سفر مشهد اونم با قطار همیشه جذابه، چه برسه به سفر تنهایی. اگه میخوای به امام رضا یه سلام بدی، یکم از بحث گوش ها بشنوی و ببینی سفر تنهایی چطور گذشت، تا آخر ویدیو بیا. پارسال همین حوالی بود که به بهانه همراهی با باشگاه قرآنی نور راهی مشهد شدم. قطار اتوبوسیه و وایستادن توی هر ایستگاه ریز و درشتی، پس باید مفید بگذره. برای نماز ظهر پیاده شدیم و هوا ماه بود. تو یادت میاد؟ منظورم اون وقتایی بود که مأمور قطار میزد در کوپه ها و میگفت نماز. من عاشق نمازهای قطاریم، عاشق شنیدن اون صدا وسط خواب. امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بسه کنارمی. اولین بار بود که میخواستم برم تو موظیف حرم، اونم به صرف صبحانه. یه لحظه بهش فکر کن. تو بهشتی و امام رضا میاد سراغ تو میگه فردا صبحونه خونه ما دعوتی. چه حالی میشی؟ صبحانه خوراک لوبیا و نون و پنیر و حلوا ارده بود، خیلی هم چسبید. خدایی که حرف میزنن هست، خدایی که نه تنها حرف میزنن که خودش بهترین شنونده آدم است. چقدر دوست داشتنی است خدایی که ما را میشنود، چقدر در پناه وجود او امنیت و آرامش داریم که شنیده میشود. ما هم با یکدیگر عهد می‌بندیم برای شنیدن حرف‌های خدا، برای شنیدن کلام خدا، برای شنیدن نجواهای رسول، برای شنیدن صدای درونمان و حتی برای شنیدن یکدیگر. گوش‌هایمان امانت خداست، سرمایه زنده بودن. هم عهد می‌شویم که از گوش‌هایمان مراقبت کنیم. گوش‌های ما فقط برای خودمان نیست، برای یکدیگر هم هست. وقتی گوش من می‌تواند مأمن و آرامش دیگری باشد برای شنیده شدن، پس او را هم در گوش من سخت نیست که باید از آن مراقبت کنیم. با هم عهد می‌بندیم که خوب بشنویم و برای خوب شنیدن چیزهایی را که نباید از لغو و خباثت‌ها نشنویم. چه زیباست اگر برای امام خودمان هم گوش باشیم، تا آنها که می‌خواهند حرف‌هایشان را به امام بزنند ما را واسط امام کنند
چه خوب می شود اگر امام به گوش‌های ما اعتماد کند. چه خوب می شود اگر لحظه به لحظه ندای امام خود را بشنویم. برای شنیدن صدای امام باید حسن ظن داشت، باید به امام اعتماد کرد. قرار نیست امام چیزی را بگوید که ما می‌خواهیم. قرار نیست به نحوی بگوید که ما پنداشته ایم. امام هرگز حرف‌های ما را بی‌جواب نمی‌گذارد. او با سکوتش حرف می‌زند چنان که با حرف‌هایش. او با رخدادها حرف می‌زند چنان که با جملاتش. او با پدیده‌ها حرف می‌زند چنان که با کلماتش. او با دردها حرف می‌زند چنان که با خوشی‌هایش. و او گاهی با مردم و از زبان آنها با ما حرف می‌زند. شاید حرف‌های مردم حرف‌های امام باشد برای ما. خداوند همه ما را برای شنیدن برگزیده است. یه نماز خارج از صف خوندم و رفتم مهمونی خونه یه مادر بزرگ و پدر بزرگ با صفا. باید گوش بدم. بیشتر، بهتر، دقیق‌تر. به چیزهای جدید، به چیزهای تکراری. شاید مأموریت این سفر همین بود. تنها بیام و گوش دادن رو بهتر یاد بگیرم. روز سوم وقت برگشتن بود و صداها معنادارتر شده بودن. تو بگو، به نظرت باید چه صدا و حرفایی رو دقیق‌تر گوش بدی؟